دوستان عزیز، اگر شما هم نمیدانستین چگونه درباره عادت‌های گذشته‌تان صحبت کنید، این ویدیو مخصوص شماست. Used to plus first form of the verb. Used to با شکل اول فعل. Shows past habit. ساختار used to با شکل اول فعل عادت‌های گذشته را نشان میده. در ساختار مثبت ما نیاز به یک فاعل داریم. Used to با شکل اول فعل object or complement. I used to study late every night. یعنی من عادت داشتم هر شب تا ناوقت درس بخوانم. Ali used to fight with other children in the past. علی عادت داشت با اطفال دیگر در گذشته جنگ کنه. We used to get up early for school. ما عادت داشتیم وقت بخیزیم برای مکتب. They used to play football after class. آنها عادت داشتن بعد از سین فوتبال بازی کنن. یعنی در ساختار مثبت ما نیاز به یک فاعل داریم، کسی که عادت داشته used to با شکل اول فعل object or complement. اگر جملات خود بخوایم منفی بسازیم، ما از فعل کمکی did not استفاده میکنیم. did not use. D we remove D پاک میشه، فقط use استفاده میشه تو شکل اولی فعل. I did not used to study late every night. ما عادت نداشتم تا وقت درس بخوانم هر شب. Ali did not used to fight with other children in the past. علی عادت نداشت با دیگر اطفال در گذشته جنگ کنه. We did not used to get up early for school. ما عادت نداشتیم وقت بخیزیم برای مکتب. They did not used to play football after class. آنها عادت نداشتن بعد از سین جنگ کنن. ما از did not did به حیث فعل کمکی استفاده میکنیم. did not جمله ما رو منفی میکنم. use شکل اولش استفاده میشه با to با شکل اولی فعل. اگر بخوایم جملات خود به شکل پرسشی در بیاریم، did در اول جمله قرار میگیره، باز از شکل اولی use استفاده میشه. used to plus first form of the verb. Did you used to study late every night? آیا عادت داشته هر شب تا ناوقت درس بخوانی؟ Did Ali used to fight with other children in the past? Did we used to get up early for school? Did they used to play football after class?